نمی‌دونی تو آلمان اگه بخوای ملکی بخری یا پروژه‌ای طراحی بکنی حتما پاراگراف 34 رو باید بدونی چیه. اینکه حالا پاراگراف 34 و 35 چیه و چه کاربردی داره میخوام تو این ویدیو کامل توضیح بدم. اگه به عنوان کارفرما یا سرمایه گذار این ویدیو رو میبینی کمکت میکنه تو تصمیم گیری های قبل از خرید ملک دید بازتری داشته باشی و به عنوان آرشیتکت اگه ویدیو رو میبینی کمکت میکنه که به زبون ساده تر جزئیات این پاراگراف رو متوجه بشی. پاراگراف 34 ماده 34 قانون ملی آلمان از کتاب باوگبه هست، ولی چون خیلی مهمه و کاربرد زیاد داره برای همین خیلی موقع‌ها به صورت مجزا در موردش صحبت میشه. معیاری برای ساخت پروژه تو زمین‌هایی که به باونس پلن ندارن. اگر شما ملکی رو میخواین بسازین اول میرین چک میکنین ببینین به باونس پلن داره یا نه. وقتی به باونس پلن داشت در واقع تمام ضوابطی که بر اون ملک حاکمه رو اونجا بهتون میگه، از لحاظ تراکم، از لحاظ پیشروی، از لحاظ تعداد طبقات، ارتفاع سقف، همه چی. ولی وقتی به باونس پلن نداشته باشه به این معنی نیست که شما تو اون ملک نمیتونین چیزی بسازین. اونجاست که باید بیای سراغ این که ببینی آیا این زمینت توی آوسن بغیشه یا اینن بغیش. اگر تو محدوده بافت باشه پاراگراف 34 در موردش صادقه. اگر خارج بافت باشه که باید بری سراغ پاراگراف 35 ببینی اونجا بهت چی میگه. پاراگراف 34 به زبون ساده بهت میگه که شما توی بافت شهری اگر پروژه های دور و برت ساخته شده شما هم اجازه ساخت داری به شرطی که ساختمونت هماهنگ با بافت باشه. اینجاست که تفسیر این هماهنگ بودن طبق معیارهایی که کتاب باوگبه به ما میده به عهده آرشیتکت. هنر اونه که بتونه چجوری نقشه‌ای بکشه که بتونه شهرداری اون منطقه رو راضی بکنه، بتونه برای پروژه جواز بگیره. باید توی اومگیبونگش یا محیط اطرافش انگفوگن بشه، سازگار باشه، بشینه تو اون محیط. دو تا چیز ما باید در موردش صحبت کنیم. این که اولا انگفوگن منظورش چیه، یعنی به محیط بشینه چه معیارایی به ما میده، و دوم این که محیط اطراف اومگیبونگ یعنی چی. 6 تا معیار کلی رو در اختیار ما میذاره. معیار اول آد باولیش نوتسونگه، یعنی از لحاظ کاربری باید هماهنگ با محیط اطرافش باشه. وقتی بافت مسکونیه به شما اجازه نمیده یه دونه فضای تجاری اونجا بسازی، یا وقتی یه بافت صنعتیه شما نمیتونی مجوز مسکونی براش بگیری. دو ماست باولیش نوتسونگ، یعنی حجم کلی ساختمون باید با محیط اطرافش هماهنگ باشه. خودش 4 تا شاخص داره. یک، از لحاظ گبویده ارتفاع ساختمون باید با ارتفاع بقیه ساختمان‌های دور و برش هماهنگ باشه. چیزی که ما تو ایران بعضی موقع شاهدیم، تو یک کوچه‌ای که همه ساختمان‌ها 4 طبقه است و یهو ساختمون 10 طبقه اون وسط مجوز میگیره و ساخته میشه، اینجا از اون خبرا نیست. تعداد طبقاتش، تراکم ساختمون، حجم کلی ساختمون یا کوباتوقیشش با بقیه هماهنگ باشه، حالا به لحاظ فرم سقف یا شکل کلی ساختمون. توی این قانون به ما عدد و رقم داده نمیشه. اندازه ها با توجه به محیط اطراف باید استخراج بشه، توجیه بشه شهرداری که چرا ما این نقشه رو داریم میدیم و این اندازه ها رو از کجا آوردیم. موظف به ما مجوز ساخت برای اون زمین بدیم. 3. نحوه استقرار ساختمون یا باوایزه. اگر شما توی مجموعه‌ای داری محیطی میسازی که همه ساختمان‌ها با فاصله و به صورت ویلایی ساخته شدن، شما نمیتونی کل زمین و سطح اشغال بدی و بچسبونی به همسایه‌ها و برعکس. 4. سطح اشغال هم باید هماهنگ باشه با همسایه‌ها، یعنی عدد گیرست یا نسبت اشغال زمین باید با بقیه هماهنگ باشه. شما نمیتونی بیشتر از اونا بسازی تو ملکت. فضای سبزت گاتن فلشت باید با بقیه همسایه‌ها هماهنگ باشه و فاصله از همسایه‌هات هم باید رعایت بشه. همچنین عقب نشینی از سطح خیابون. توی ردیف همسایه‌ها باید بسازی، از سمت حیاط هم به اندازه اونا باید پیشروی بکنی. 5. یعنی باید زیرساخت‌ها اونجا موجود باشه. اینی که شما بری یه جایی بالای کوه یه ساختمون بسازی بعد همه رو موظف کنی برات برق بکشن، آب بکشن، چیزی که خیلی موقع تو ایران تو این پروژه‌ها می‌بینی. اینجا همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. و 6. تأثیر منفی نباید رو همسایه ها داشته باشه و توی محیط اطرافش. حالا به لحاظ فرمی جلوی دید نگیره، سایه اندازی
غیر عرفی نداشته باشه، ایجاد مزاحمت صدا برای همسایه ها نکنه و روی خدمات منطقه‌ای هم تأثیر منفی نذاره. یعنی اگر شما میای توی فضایی میخوای یه مرکز تجاری بیرون شهر بسازی، حتما باید جوری باشه که روی مرکز شهر و مرکز تجاری اون بافت محله تأثیر منفی نذاره. به زبون خیلی خلاصه بخوایم بگیم، پاراگراف 34 یعنی ساختمون شما تو چشم نیاد. دقیقاً اون چیزیه که آرشیتکت‌ها دوست دارن برعکسش عمل بکنن. چون اینجا میخواد ساختمون در خدمت شهر باشه، نه در خدمت معروفیت آرشیتکت و اینکه ساختمون اونجا تو چشم بیاد. و اینجاست که برقراری هماهنگی بین این مشخصات که شهرداری از شما میخواد و سلایق معمارانه خودتون مهمه. مورد دیگه اینه که اومگبونگ یا اون محیط اطرافی که تعریف شده تو این قانون کجاست؟ آیا واقعا همسایه چپ و راستیه؟ 3 تا همسایه اونوره؟ چه شعاعیه؟ که هیچ جوابی برای این مشخص نشده. یعنی قانونی نیست که شعاعی مشخص بکنه. به کل اون مجموعه سنجیده میشه و ساختمان‌های تاثیرگذار اون محله. ممکنه 5 تا ساختمون اونورتر باشه، یک کوچه پشتی باشه یا ساختمان‌های کناری خودتون باشه. برای همین الزامی نیست که فقط با ساختمان‌های چپ و راستتون هماهنگ باشید. خب پاراگراف 35 چی میگه در مورد ملکایی که تو آوسنبقایش یا خارج از بافت هستن؟ در واقع شما توی پاراگراف 35 باید به این سوال جواب بدید که چرا باید اصلا اینجا تو این زمین بتونید پروژه بسازید. اگه شما بتونید شهرداری رو قانع بکنید بهتون اجازه ساخت میدن. ساخت توی بافت خارج شهر ممکن نیست مگر اینکه شما خلافش رو ثابت بکنید. مثلا پروژه‌تون جوری باشه که باید ثابت بکنید که باید در محدوده خارج شهر ساخته بشه، به لحاظ خدمات منطقه‌ای، خدمات زیرساختی، به لحاظ اقلیمی یا هر چیز دیگه‌ای مجبور باشین که خارج از بافت بسازین. اونجا ممکنه بتونی مجوز بگیرین. یه لیست شرایط خیلی سفت و سخت جلوتون میذاره که شما باید محیط زیست رو آلوده نکنین، آبهای زیرزمینی رو آلوده نکنین، تصویر طبیعی اون منطقه رو خراب نکنید. عملاً یه شروطی جلوتون گذاشتن که کارو برای ساخت خیلی سخت میکنه. به زبون ساده تر، اگه زمین خارج از بافت شهری بود، قید ساختن تو اون زمین رو بزنید، چون گرفتن مجوز براش خیلی سخته. مگر اینکه یه ساختمون موجودی توش داشته باشه و یه کاربری از قبل توش باشه و قبلاً برای اون کاربری مجوز گرفته باشن. اینم باید دقت بکنید. اگه شما یه ملکی پیدا کنید توش یه خونم ساخته شده باشه ولی بدون مجوز ساخته باشن، اگر شما بخواید کاری توش بکنید بهتون اجازه نمیدن. مگر اینکه به هر دلیلی اون ملکی که میگیرید از قبل توش ساختمونی موجود باشه، اون وقته که شما میتونید اونو بازسازی بکنید، میتونید شاید توسعه بدید، دستتون بازه برای خیلی کارا. ولی توی ملکایی که هیچی توش ساخته نشده و کاملا خالیه، ساخت پروژه و گرفتن مجوز برای ساخت یه کار غیر ممکنه. امیدوارم از این ویدیو استفاده کرده باشین. اگر موردی هست که باید در موردش بیشتر توضیح میدادم لطفاً برام کامنت کنید.